سلام بچه‌ها. امروز تصمیم گرفتیم روز یکشنبه با خانواده بریم بیرون یه غذایی با هم بخوریم تو این هوای پاییزی قشنگ. ببینید پاییز قشنگ اومد و درخت و کلا برگاش زرد شده و میریزه. حس خیلی خوبیه. این فضای بیرون رستورانیه که رفته بودیم، یه رستوران ترکی رفته بودیم. اینم منوی غذاش بود. بچه‌ها این دوغ خیلی خوشمزه بود، یعنی واقعا خیلی خوب بود. اینم از غذامون که آوردن. غذامون خوب بودش ولی هیچ کسی نتونست تمومش کنه. میبینید، یعنی نمیدونم چرا غذاش اوکی بود ولی اونجا کلی کبوتر گشنه بودن. وای خیلی زید. این از همش بدتر بود. این میمد توی چشم آدم. ببینید که چقدر خوشحالم که اونجا. ببینید میاد توی چشم آدم غذا میخواست. اینجا داداشم زدش، یعنی نزدیک بیاد رو صورت من داشتم سکته میکردم. از این برم مامانم بهشون غذا میداد ولی توی آلمان اجازه نداریم بهشون غذا بدیم، جریمه سنگینی میشه اگه پلیسا ببینن. بعدش چای خوردیم، چایش خیلی خوشمزه بود و خوش رنگ بود، یعنی بهتر از خوشش بود. ولی خب اینجا هم رفتیم که بستنی بخوریم. اینجا هم فضای جایی که رفتیم بستنی بخوریم. اینم از بستنیامون اوکی بود، یه ذره شیرین بود ولی خب دیگه هم بعدش به سمت خونه.